سلام، روز قشنگ پاییزیتون بخیر. دارم میرم سر کار. هنوز صبحونه نخوردم. بیاید با هم یه اوتمیل سریع و خوشمزه درست کنیم. من یه پیمونه کوچیک جای 2 سرپرک اضافه میکنم. بعد شیری که گذاشتم گرم شده، البته الان یه چند دقیقه گذشته، بهش اضافه میکنم. چیز بعدی که قرار بهش اضافه بکنم گردوی خورد شده است. حالا یه دونه موز کوچیکو با چنگال له میکنم و به ترکیبم اضافه میکنم. اوتمیل کلا خیلی چیز سلیقه‌ایه. شما هر میوه‌ای که دوست دارید رو میتونید بهش اضافه کنید، یا اگه حالا مثلا یه چیزی رو توی خونه ندارین اصلا اشکالی نداره. حتی من دیدم که به جای شیر از آبم استفاده میکنن خیلیا. پس میگم دیگه کاملا سلیقه‌ایه. من اینجوری دوست دارم، شما هر جوری که خودتون دوست دارید درستش کنید، ولی خیلی صبحونه سالم و مقویه. حتما بهتون پیشنهادش میکنم. من یه کمی کنجد و یه کوچولو دانه چی هم بهش اضافه میکنم. برای شیرین شدنش هم عسل بهش اضافه میکنم. و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابو بزنید. مرسی ازتون. فعلا خدافظ.